سلام، من روشام و اینجا وسط راه. نمیدونم روز 3 از شروع جنگه یا روز 4 از شروع جنگ، اما هر چیزی که هست اینه که دوست ندارم این روزا رو بشمارم. چون هر روزی که میگذره برای من یک روز عادی نیست. فکر میکنم برای همه کسایی که دور از خانواده هاشون هستن و تمام دسترسی های ارتباطی هم قطع کردن همینطوری مثل من باشن. هر یکی روزی که میگذره براشون یه روز واقعی و عادی که 24 ساعت باشه نیست. براشون یه عمره، براشون 1000 ساعته و اصلا شاید نگذره برای خیلی از آدما. دقیقا منم تو همین شرایطم. نمیدونم روز 3 یا روز 4، اما حس میکنم که روز 1000. اینقدر که سخت میگذره، اینقدر که دیر میگذره. بیخبری واقعا چیز بدیه، واقعا. و وقتی بدتر میشه که تو میدونی شرایطی که خانواده‌ات دارن، دوستا، آشناها دارن، شرایط عادی نیست و شرایط جنگیه و تنها کاری که از دستت برمیاد اینه که به خودت امید بدی، دعا کنی که هیچ اتفاقی براشون نیفته و بتونن یه خبری از خودشون بهت بدن. اینترنت ها رو قطع کردن، شبکه‌های داخلی فقط کار میکنه. تا 1-2 روزم روبیکا کار میکرد، اما دیگه کلاً از دسترس خارج شد و هیچ راه ارتباطی ندارم. دیروز بود خانوادم در حد چند ثانیه فقط، حتی به دقیقه هم نرسید. ما خوبیم و خداحافظ. همینقدر که روزا سخت داره میگذره گفتم امروز پاشم یه کاری بکنم، یه سرگرمی برای خودم ایجاد کنم. البته تو تمام این روزا که این اتفاق افتاده و شروع جنگ و اخبارا و اینا هستش، من هر روز که بلند شدم با خودم عهد بستم که این کار رو انجام بدم. گفتم که امروز میرم مثلا پیاده روی، امروز مثلا فلان کار رو میکنم. اما چی شد واقعا؟ همین صبح که خواب بلند میشم چشم باز نکرده گوشی رو برمیدارم، خبرها رو چک میکنم ببینم کجا رو زدن، کیا فوت شدن، کیا موندن. فقط همین. و فقط همین. و خدایی نکرده من توی اخبارا ببینم یا بشنوم که مثلا نزدیک محل زندگی خانواده یا از دوستانم اتفاقی افتاده. دیگه مگه شب میشه؟ مگه دیگه اصلا ساعت میگذره؟ انقدر که ما توی این وضعیت بد هستیم، نمیدونم واقعا کیا جز خودمون میتونیم خودمون رو درک کنیم. اما انقدر تروماهای ما زیاده، مخصوصا منی که جنگ 12 روزه رو دیده بودم، اینا همچنان روی ماها باقی میمونه. با اینکه اون موقع مثلا ترس این نبود که بمیرم، اصلا واقعا ترس اینو نداشتم و عادی بود اون روزایی که گذروندم. اما الان درد بیخبریه. این بده. تو وقتی وسط یه آشوب و بلوشو و نمیدونم یه حادثه، وقتی تو وسط اون حادثه هستی کمتر انگار صدمه میبینی از نظر روحی تا اینکه فاصله داشته باشی و یه سری از عزیزانت اونجا باشن و دسترسی و ارتباط هم باهاشون قطع باشه و تو فقط اخبارا رو چک کنی که اون اخبارا هم معلوم نیست چند تاشون فیکن، چند تاشون بزرگ نمایی کردن، چند تاشون دقیقا دارن واقعیت رو اعلام میکنن. ببین خیلی سخته و اینو میخواستم بگم که من تو اون جنگ 12 روزه هیچ استرابی نداشتم. راحت زندگیمو میکردم، زندگی عادی من میکردم. فقط تنها چیزی که جمع کرده بودم برای مبادا یه سری از وسایل بچه ها بود که مثلا یه دونی جمع کنم، 2 تا بطری آب بذارم، غذاهای پتا و اینا رو
با یه دست پلیس شلوار برای خودم، یه دست پلیس شلوارم برای همسرم. همین. یعنی از جمع کردن وسایل فقط همینا بود و یه کوله خیلی کوچولو شده بود. این که بخوام بگم که نگران بودم بخوام از جابجاشم برم یه شهر دیگه، یه جای دیگه، اصلا اینطوری نبود. اما با اون حال که من تو اون شرایط بودم و اون حالو داشتم، بازم میگم یه سری از تروم ها رو مونده. مثلا پریشب همسایمون داشت چمدونش رو توی پاگرد میکشید و من یه لحظه فکر کردم یه جنگنده داره از بالا سرمون رد میشه. خیلی خنده داره ها. نمیدونم البته خنده داره یا گریه داره، اما کسی که اینو تجربه نکرده باشه واقعا نمیتونه متوجه بشه که چه ربطی داره. اون داره چمدونش رو روی زمین میکشه، بعد تو فکر کردی صدای جنگنده است. آره خیلی شبیه، به نظر من خیلی شبیه، مخصوصا وقتی که تو ذهن و فکرت یه جای دیگه است، تو حالت دفاعی قرار داری، همش داری با خودت میگی که الان از آسمون ایران، از آسمون تهران، از آسمون هر جای دیگه‌ای داره این جنگنده ها رد میشه و اون صداها رو داری تداعی میکنی برای خودت. حتی کوچکترین صدایی که شبیه اون باشه برای یه تروماست و یه درده. امروز گفتم پاشم یه کاری انجام بدم، خودم رو سرگرم کنم و حتما باید امروز این کار رو انجام بدم. برخلاف روزهای گذشته که هر بار اینو میگفتم ولی تو هجوم اخبار غرق میشدم. پا شدم، گوشی رو چک کردم، اخبار رو خوندم، گذاشتمش کنار و شروع کردم خونه رو مرتب کردم. جارو زدم، ته کشیدم، چندین بار ته کشیدم، رو تخت رو تمیز کردم، گردگیری کردم، لباس شستم، لباسای قبل که خوش شده بودن و تا کردم گذاشتم سر جاشون. خلاصه همه این کارا. سعی کردم خیلی خیلی آروم پیش برم که زمان بیشتر بگذره. تا الان که کار تموم شد و اومدم لب پنجره وایسادم، همینطوری که بیرون رو تماشا میکنم، پرنده ها، صداشون، زیبایی هایی که اینجا داره. ولی من به خاطر شرایطی که دارم، شرایطی که ایرانی ها دارن، اصلا به چشم نمیاد هیچ کدوم. اینجا داره هوا خیلی خوب میشه، همه اومدن بیرون، میرن میان، اصلا انگار شهر جون گرفته، مخصوصا صدای پرنده ها. اما این چیزا واقعا به چشم نمیاد، به خاطر اینکه انقدر درد هست و ما درد داریم که این چیزا رو نمیبینیم. با اینکه این چیزا یه زندگی عادیه ها، واقعا یه زندگی عادیه. شاید از همسایم بپرسم بگم که مثلا الان چه هوای خوبی، چه زندگی خوبی، صدای پرنده ها فلان، نمیدونم امروز روز خیلی خوبی، ببین خونه ها چقدر خوشگله. شاید مثلا همینطوری من نگاه کنه، این از کجا اومده؟ اینا که خیلی چیزای عادی هن. ولی ما با همینا هم خوشحال میشیم. اما متاسفانه جای دردناکش اینه که همینا رو هم نداشتیم. صدای پرنده خوشحال و هوای خوب نداشتیم. دردای ما با دردای اینا خیلی فرق میکنه. دردای ما درد تورم بود، درد بیکاری بود، درد نسل کشی بود. ما به چیزایی میگیم درد که کلن حق مسلم آدمای کشورهای دیگه است و یه زندگی عادی. یعنی درد ما درد عجیب غریبیه. ما دردمون نداشتن یه زندگی عادی بود. ما دردمون این بود که زندگی عادی میخواستیم. خیلی چیز جالب و مسخره‌ایه که به خاطر خواستن یه چیز خیلی بدیهی اینقدر ما داریم عذاب میکشیم.
همینطور که کارم تموم شد اومدم نشستم مجدد گوشیمو نگاه کردم. استوری گذاشته بودم دیروز، البته استوری گذاشته بودم توی بازدید استوریام. یکی از دوستای ایرانم دیده بود اینو توی این اینستاگرام. بهش پیام دادم گفتم که سلام، خوبی؟ وصل شدی؟ چجوری وصل شدی؟ اوضاع چجوریه؟ رو به راهی؟ شروع کرد با ناامیدی صحبت کردن. دیگه چه زندگی؟ دیگه مگه تهرانی مونده؟ دیگه چی میخواد درست شه؟ فکر کردی درست میشه؟ دیگه هیچی درست نمیشه. کلی فوش و بد و بیرا که چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد. البته بهش حق میدم، واقعا بهش حق میدم، چون دختری هست که اون هم الان در شرایط عادی نیست. تازه زایمان کرده، تقریبا فکر میکنم 2 هفته است زایمان کرده. الان این اتفاقا داره میفته. با خودش سردرگمه دیگه قطعا، که الان از خودم مراقبت کنم، از بچم مراقبت کنم، آینده بچم چی میشه. همه اینا هست. اگه من نباشم بچم چی میشه؟ اگه بچم نباشه من چی میشم؟ بالاخره وضعیت نرمال که نیست، وضعیت جنگیه. ثانیه به ثانیه، نقطه به نقطه رو دارن میزنن. حس ما هم حس خوشحالی و ناراحتیه با هم. خوشحالیم از این که داریم از این رنج و درد عبور میکنیم و این تغییر تو هم با یه سختی وحشتناکه، اما ناراحتیم از این که خب خیلی چیزا داره از بین میره. یه سری آدم ها هم ناخواسته دارن از بین میرن. یه سری بچه ها هم ناخواسته دارن با تروما بزرگ میشن، مثل دختر دوست من که به خاطر استرس مامانش احتمالا شیر استرس میخوره، روحیش خراب میشه و خیلی چیزای دیگه. سعی کردم آرومش کنم، سعی کردم بهش بگم که نیمه پر لیوانو ببین، همه اینا درست میشه، امیدواریم درست میشه. تغییر درد داره، هر تغییری درد داره و هر چقدر تغییر بزرگتر باشه دردش هم به همون نسبت بزرگتر میشه. پس تنها کاری که میتونی بکنی اینه که قوی باشی، بچت استرس ندی، این دردا رو همینجا متوقف کنی، نذاری بچت تو نسل آینده این دردا رو داشته باشه. خوشحال باشی، اصلا به هیچی فکر نکن. تو الان فقط بچه سالم داشته باش، بچه‌ای که به دور از تروما باشه. تو الان فقط باید همین کار رو انجام بدی. کسی از تو نخواسته که اخبار رو چک کنی، کسی از تو نخواسته که توییت بزنی، کسی از تو نخواسته فعالیت سیاسی اجتماعی هر چیز دیگه ای انجام بدی. تو الان صرفا تنها مسئولیت و مهمترین مسئولیتت اینه که بچه‌ای رو بزرگ کنی که بدون تروما و درد باشه. چون الان ما داریم این درد و رنج رو تحمل میکنیم که نسل‌های آینده دیگه مثل ما نباشن. این همه جاویدنام شدن به خاطر بچه‌های آینده که اونا این مشکلات رو نداشته باشن. پس تو این درد رو برای خودت نگه دار، انتقالش نده لطفاً به دخترت. بذار این روزا بگذره، نذار به فکر این که کاش با همون درد، حتی اگه کمتر بود، با همون درد یکسان پیش میرفتم اما اینطوری نمیشد. این درد بزرگ رو یه بار تحمل کن، بذار بریم جلو ببینیم چی میشه. ما داریم برای خوشبختی، برای آینده بهتر تلاش میکنیم. حداقلش اینه که میگیم ما تلاش کردیم و نشد، نه اینکه از ترس اینکه درد داشت، نه اینکه از ترس اینکه نمیتونستیم تغییر رو بپذیریم هیچ کاری نکردیم، هیچ فعالیتی نکردیم. بعد بچه تو، بچه من، بچه نسل جدیدی که میخواد بیاد کاری که تو باید میکردی، کاری که من باید میکردم و انجام بده و اون درد رو بکشه. ما که تا اینجا درد رو کشیدیم، حالا اینم روش. هممونم به امید این هستیم که یه ایران آزاد و پرشور و پرهیجان و سربلند داشته باشیم. پس سعی کن خودتو از این چیزا دور نگه داری تا بتونی حالتو بهتر کنی به خاطر بچت. اما میدونم حرفای من بیشتر توی ذهن اون شبیه شعار میشه، یعنی بیشتر شبیه شعار دادن بود. چون الان با خودش میگه که این که نیستش، حالا با اینکه تو جنگ 12 روزه بودم، هم خب الان میگه الان این که نیستش، رفته یه جای دیگه، هیچ غم و غصه‌ای هم نداره، حالا نشسته واسه من داره نسخه میپیچم. اما واقعیتش این نیست. نمیدونم واقعا این جنگ کی تموم میشه، نمیدونم واقعا کی میتونم برگردم دوباره پیش خانوادم.
خیلی دوست داشتم الان برگردم، یعنی البته همون روزای شروع جنگ هم میخواستم برگردم، ولی پروازا رو همه رو بسته بودن و راهی نبود. چون تو وقتی تو دل یه فاجعه و تو دل یه اتفاقی هستی خیلی کمتر به نظرم آسیب میبینی تا اینکه فاصله داشته باشی و دور تماشا کنی اما درد بکشی. دوری واسه وقتی خوبه که تو بی تفاوت باشی نسبت به اون درد. امیدوارم سری بعدی که اومدم باهاتون صحبت کنم خبر خوب براتون داشته باشم. و در نهایت تو غربت کارمون به جایی رسیده که خانواده‌مون پشت تلفن میگن الو سلام، ما سالمیم، نگران نباش و قطع میشه. همین. اگه این درد نیست پس اسمش چیه؟